درود به دوستان و همراهان خط قرمز. از شما که پادکست ما را انتخاب کردید ممنونیم. امروز در این پادکست چشمانداز جهان را از 4 زاویه مختلف مورد بررسی قرار میدیم. علم، تخیل، مذهب و حقیقت که رازهایی از وجود جهان را برای ما آشکار می‌کنند. در قسمت اول با دید علمی به ساختار جهان نگاهی می‌اندازیم. از نظریه‌های بنیانی تا کشف‌های مدرن، چگونه جهان به وجود آمده و تکامل یافته. سپس به این سوال می‌پردازیم که تا چه حدی تخیل در خلق جهان هستی نقش دارد. در اینجا با نقش تخیل و هنر و شکل‌گیری جهان آشنا می‌شویم. با وجود دیدگاه‌های مختلف در مذاهب جهان، نوع ارتباط بین ایمان و وجود جهان را بررسی می‌کنیم. آیا یک حقیقت از دیدگاه مختلف تعریف می‌شود؟ ما می‌توانیم حقیقت مطلق را در این سفر پیدا کنیم. در مذاهب جهان، ایمان به وجود یک جهان به شکل‌ها و هدف‌های متنوعی ظاهر می‌شود. گروهی معتقدند که جهان توسط یک خالق متعال آفریده شده است. در همین حال دیگران از دیدگاه‌های علمی یا فلسفی به اسرار و وجود جهان پرداختند و نگاه تازه‌ای به آن دارند. ارتباط بین ایمان و وجود جهان در فرهنگ‌ها، دین‌ها و فلسفه‌ها مسیرهای گوناگونی را برای فکر کردن به شکل‌های مختلف به انسان ارائه می‌دهد. این تنوع نه تنها جذابیت جهان مذهبی را بالا می‌برد، بلکه به تبادل افکار و تعامل فرهنگی بین انسان‌ها کمک می‌کند. حالا به بخش دوم می‌پردازیم. تخیل و هنر دو کلید جادویی که باز کننده دروازه‌های یک دنیای شگفت‌انگیز هستند. نویسندگان با نوشتن داستان‌های پرماجرا و شگفت‌انگیز و هنرمندان با خلق تصاویری از خیال دعوتنامه‌ای برای ورود به جهان نوآورانه می‌نویسند. این دو عنصر هر یک به شیوه خود به ما این امکان را می‌دهند که دیدگاه جدیدی در واقعیت داشته باشیم و در سفر خیالی پر از زیبایی و دانایی تازه غرق شویم. از آنجایی که هر کدام از ما دارای دیدگاه و زاویه‌های منحصر به فرد خود هستیم، تخیل و هنر به ما این امکان را می‌دهد که خودمان را در دنیای خلق شده خود ببینیم و از جلوه‌های خیره کننده از هنر و زیبایی بهره‌مند شویم. در واقع ارتباط میان ایمان و وجود جهان یک موضوع مهم و پرمعنا در فلسفه و دین است. این ارتباط در دین‌ها و تفکرهای مختلف به شکل‌های گوناگونی ظاهر می‌شود. برخی معتقدند که جهان توسط یک خدای خالق به وجود آمده و همه چیز بر اساس دستورات او اتفاق می‌افتد، مانند اسلام، مسیحیت و یهودیت. از سوی دیگر برخی از مکتب‌ها و مذاهب شرقی مانند بودیسم و آیین هندو معتقدند که جهان یک چرخه بی‌پایان از تولد و مرگ است و خدای مطلق با جهان هماهنگی و تناسب دارد. همچنین برخی از فلاسفه و عارفان باور دارند که ایمان و وجود جهان به طور اساسی با یکدیگر پیوند خوردند و برای درک کامل از جهان باید به نحوه عمیق اعتقادات و باورهای هر فرد درباره جهان پی برد. این پیچیدگی در ارتباط میان ایمان و وجود جهان این موضوع را به یک حوزه‌ای پر از تنوع و بحران تبدیل کرده است که در فرهنگ‌ها و دین‌ها و فلسفه‌ها به چشم می‌خورد. حتی تعریف حقیقت هم مثل یک پازل پیچیده است که از دیدگاه‌های مختلف فلسفی و علمی متفاوت به نظر می‌آید. برخی باور دارند که حقیقت واقعی یک مفهوم ثابت و قطعی دارد که مستقل از دیدگاه‌ها و باورهای افراد است. به این گرایش به حقیقت به عنوان یک حقیقت بی‌پرده نگاه می‌کنند. اما از نظر فلسفه، زمان و فرهنگ
دیدگاه‌های متعددی وجود دارد. برخی به حقیقت نسبی نگاه می‌کنند و اعتقاد دارند که این حقیقت با تغییرات در محیط و فرهنگ تغییر می‌کند. حقیقت به عنوان یک مفهوم پویا و قابل تطابق معرفی می‌شود. در علم، حقیقت نیز ممکن است با تحقیقات و داده‌های جدیدی تغییر کند. در این نوع نگرش، ما همواره مشاهده می‌کنیم که حقیقت در حال تکامل است و با پیشرفت علم و فهم بهتر از جهان دگرگون می‌شود. این سفر در جستجوی حقیقت یک ماجراجویی پیچیده و جالب است که با روش‌های تحقیق، باورها و تجربیات شخصی همراه است. در این مسیر پیچیده، حقیقت چیزی زنده و به چالشی برای ما تبدیل شده که در آن باید با پویایی این مفهوم بی‌پایان برخورد کنیم. در ادامه مطالب همراه ما باشید تا در این سفری پر از چالش حقیقت را کشف کنیم و با دیدگاهی نوین به آن نگاه کنیم. تا پادکستی دیگر، بدرود.